تكفيري معين يعني آدمی مشخص و تکفیری غیر معین. سوال: آیا علما حق دارند که درباره شخصی بگویند او کافر است و او را به کفر متهم کنند؟ جواب: الحمدلله. تکفیری غیر معین جایز است، یعنی همین طور بگوید هر کسی که غیر از الله را بیاری بخواند در آن چیزهایی که خاص پروردگار است کافر می شود، مثل کسی که از پیامبر یا اولیا درخواست کمک میکند که او این اولیا فرزندانش شفا بدهد و غیره. اما تکفیر معین یعنی شخص مشخص را کافر شماردن. این وقت واجب میگردد که او چیزی را که حتما در دین دانستن آن ضرورت دارد انکار کند، مثل نماز، زکات، روزه، بعد آن که حقیقت بر او رسانده شده باشد. در این حال باید او را نصیحت کرد. اگر توبه نکند پس واجب است که حاکم شریعت او را با سبب کفرش به قتل برساند. اگر تکفیر معین اجازه داده نمیشد هرگز جزای مرتد در اسلام جاری هم نمیشد و توفیق از جانب پروردگار است. و درود و سلام بر پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و بر اهل و آل و یارانش باد. فتاوای لجنه دائمی للبحوث العلمیه والافتاء، مجلد دوم، صحیفه 93.